چقدر در زبان انگلیسی بگیم که یک دو روز پیش نیداونه یا که هم سه روزه ده رفتیم. در این درس گذشته ما شما در کلمه سولوی پیش وقت شده دورش را یاد داده بودم و گفته بودم که اگر کامنتر کنین ما شما در انتونیم همین کلمه را یاد میتونم و 600 تا کامنتر زیاد شده برای همین درس دیگه رفتیم. کلمه یک دو روز پیش که اگر با روسی بگیم نیداونه یا که به نزدیکی در زبان تاجیکی به حد آسانه، به حد آسانه. کلمه به نزدیکی یک دو روز پیش در زبان انگلیسی not long ago میشود. Había not hojas mi tamo. Wow. مثلا when did she come? I saw her in a bank not long ago. او کی اومد؟ من دو روز پیش را در بانک دیدم. مثال اخیران not long ago you didn't know this word but now you know it. یعنی یک دو روز پیش ما همین جمله را نمیدونستن، همین کلمه را و اوزی уже میدونیمش.